بازی‌های نوروزی. نوروز که یکی از جشن‌های قدیمی آریایی‌ها به حساب می‌رود، در این جشن کهن بازی‌های گوناگون کرده می‌شود. مثلا گوشتینگیری، بندکشی، تیراندازی، سوارکاری از بازی‌های مهم نوروزی گفته می‌شود. ناگفته نماند که بازی‌ها در هر منطقه‌ها گوناگونند. مثلا بازی‌های گروهی، رقص، شعرگویی، معما یعنی بازی‌های فکری دیده می‌شود. مردمان بازی‌های خاصه نوروزی را در نوروزگاه‌ها می‌کردند. آنها فکر می‌کردند که بازی کردن و یا ورزش بر سلامتی مردم فایده خوب داشت و در حقیقت هم فایده دارد. به اندیشه آنها مردمان با تن صحت این سال را پیشواز گیرند و در دوام سال سلامتی آنها خوب باشد. گرچند که با مرور زمان بازی‌های نوروزی گوناگون شدند، اما امروزها برای زنده نگاه داشتن بازی‌های نوروزی آن را پاس می‌دارند و اجرا می‌کنند. امروز بازی‌های سنتی نوروزی را تاجیکستانیان، افغان‌ها، ایران‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، آذربایجانی‌ها و دیگران پاس داشتند. خلاصه هر یکی ما برای حفظ میراث ملی و فرهنگی و دیگر میراث‌ها وظیفه‌دار هستیم. آن را باید حفظ کنیم که این قرض ماست، قرض شهروندی و انسانی.